میخوام فاش بکنم این نکته رو. زمان مرحوم آقای هاشمی کارشون همین بوده که برن عادی سازی روابط بکنن. یعنی دوستانی که برجام رو نوشتن هوشمندتر بودن، جاشون خالیه. من پیشنهاد میکنم از آقای دکتر ظریف قطعا این تیم استفاده کنه. شما تعهد کردید، توافق نکردید. چرا باید پیش داوری بکنیم و چرا باید تصور کنیم که این حتما خواهد گفت که من راضی نیستم و حتما حمله خواهد کرد؟ دیدید بعضی از رفقای ما میگن که این شعار مرگ بر میکنه. میدید آمریکایی‌ها خوششون نمیاد. اگر شما میتونید 52,000 کشته رو در نظر نگیرید و برید عادی سازی روابط داشته باشید، شعار مرگ بر آمریکا هم هیچ مشکل خاصی نداره. بسته شدن تنگه هرمز کمترین فشار رو برای آمریکا داشت، برای اینکه آمریکا هیچ نفتی از تنگه هرمز نمیبرد. اصلا هسته‌ای رو بدیم بره و مشکلات اقتصادی داریم. حالا قبلا میگفتن هسته‌ای، الان ظاهرا لانچرها هم کلید واژه شده که لانچرها رو خلاصه پارک کنیم سر جاشون و اینا رو بدیم و زندگی مردم باید خوب بشه. اینا خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید. لطفاً ما رو همراهی کنید. مفتخرم میزبان دو استاد بزرگوار جناب آقای دکتر احمدی و جناب دکتر ایزدی باشم. عرض سلام خدمت هر دو بزرگوار دارم. آقای دکتر احمدی از دیپلمات‌های سابق و آقای دکتر ایزدی هم که عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای احمدی، عرض سلام و شب بخیر دارم. در خدمت شما هستیم با مقدمه و سلام علیک ابتدای برنامه. خیلی ممنون. با نام خدا و عرض سلام خدمت شما و بینندگان گرامی و سپاسگزارم از اینکه دعوت کردین که در خدمت شما باشم. افتخاری صاحب تشریف. خواهش میکنم. در ایام عزاداری هستیم. عرض تسلیت دارم خدمت بینندگان و همه مردم و به هر حال یک دوره سختی رو هم پشت سر گذاشتیم. بسیاری از شمار زیادی از هموطنان ما جان ارزنده خودشون رو متاسفانه از دست دادن و ما عزادار این گروه از هموطنانمون هستیم، عزادار رهبر شهید هستیم، عزادار فرماندهانی هستیم که در اثر تجاوزات آمریکا و اسرائیل جانشون رو از دست دادن و خوشحالیم، در این حال خوشحال هستیم که به هر حال از این مقطع سخت تاریخی با سرافرازی عبور کردیم. بسیار متشکرم. آقای دکتر ایزدی، عرض سلام و شب بخیر خدمت شما دارم. شما اگه نکته آغازین دارید بفرمایید که بحث رو شروع کنیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای احمدی، بینندگان عرض تسلیت دارم در خدمتتون. شما بزرگوار. احمدی اجازه بدید با آقای دکتر ایزدی بحث رو شروع بکنیم. آقای دکتر، خب ما یه سابقه طولانی از بعد از انقلاب داریم و شاید این سوم چهارمین متن تفاهم نامه‌ای باشه که ما در طول تاریخ بعد از انقلاب از الجزایر تا خود برجام و این متن اولیه که حالا شاید اسمشو فعلا یه اسم مبهمی بذاریم، یه متن اولیه بالاخره تفاهم نامه‌ای منعقد کردیم و یه تجربه پرفراز و نشیبی با امریکایی‌ها داریم. من می‌خواستم راستش اولش یه چند تا سوال خیلی اجمالی بپرسم که رویکرد کلی شما در واقع روشن‌تر بشه. اگه لطف کنید مثلا اینو بتونید به من کوتاه جواب بدید که من رو این یه مقدار بحث رو پیش ببرم. یک، به نظر شما این متن فعلی که این 13 بندی که امضا شد توسط رؤسای جمهور، فارغ از اجرا، فرض کنیم 100% محقق بشه، فرض کنیم یعنی طرفین کاملا ملتزم باشن و بند به بندش با تفصیل عین 13 بندی که اومده اجرا شه، به نظرتون خوبه اگه اجرا بشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و سوال دوم اینه که آیا اجرا میشه؟ یعنی اصلا چنین امکانی هستش که این تفاهم نامه ظرف 60 روز آینده به یه تفصیلی برسه، ما یه متن مثل برجام شاید مثلا نزدیک 100 صفحه داشته باشیم و آمریکایی‌ها اجرا بکنن؟ دو تا سوال. ببینید، در تاریخ آمریکا ما نداشتیم، آقای احمدی شاید مواردی یادشون بیاد که آمریکایی‌ها وارد یک توافقی بشن، پیمانی بشن و طرف مقابلشون یک کشوری شبیه ایران باشه. نه خود ما فرمودید مثلا توافق الجزایر بند اولش هم بند دوم همین متن بود. قرارداد مودت قبل از انقلاب هم داریم، یعنی که اونم نقض کردن دیگه. اونم نقض کردن چون مودتی ما ندیدیم از آمریکا در طول رژیم شاه علیه مردم ایران خیلی زحمت کشید.
چه الجزایر، چه بلجام، چه همین متن شما بند اولش درباره این صحبت کرده که طرف مقابل تهدید نمیکنه که این منشور سازمان ملله، ماده 2 منشور سازمان ملل، این اصطلاحش اینه threat or use of force، تهدید یا استفاده از زور رو منع میکنه. یعنی آمریکایی خیلی زحمت کشیدن اومدن منشور سازمان ملل رو که خودشون مؤسس بودن، خودشون عضو دائمی شورای امنیت بودن، اون رو آوردن اینجا کپی پیست از منشور سازمان ملل بند اول و 5 ساعت تقریبا بیشتر طول نکشید تا همین بند اول رو نقض کردن. آقای هگزت ترامپ دیشب امضا کرد، صبح شروع کرد تهدید کردن ایران که اگر اون کاری رو که ما بهش میگیم انجام نده ما برمیگردیم و بمباران میکنیم. از این جهت من در تاریخ آمریکا ندیدم که آمریکایی به تعهداتشون پایبند باشن زمانی که طرف مقابل کشوری مثل ما بوده، مثلا در مقابل شوروی یا روسیه که اینا بمب اتم داشتن، معاهدات مثلا عرض کنم سلاح‌های اتمی رو کمابیش رعایت می‌کردن که البته اونم رها کردن، آخرش چند ماه پیش بود که دیگه تمدید نکردن. از این جهت اگر ملاک تاریخ باشه پاسخ شما منفیه و ما هیچ نشانه‌ای نداریم که اون ماهیت آمریکا عوض شده باشه یا آدماش مثلا بهتر شده باشه یا درسی گرفته باشن. از این جهت اگر ملاک تاریخ باشه و شواهدی هم نباشه که یک تغییر ماهیتی در آمریکا اتفاق افتاده، این رو چیکار میکنن؟ اجرا نمیکنن. آمریکا یه مشکلی داشتن که ترامپ گفت اینها 4 هفته دیگه ذخایر نفتشون تمام میشد و میدونید اگر 4 هفته دیگه تمام میشه که میشه، چون حرف ایشون هم فقط نیست، الان هر کارشناسی نفتی که داره صحبت میکنه همین رو داره میگه. چند تا برآورد داشت 2 ماه پیش میگفتن 2 ماه دیگه، الان میگن 1 ماه دیگه. برآورد این هستش و بعد اتوماتیک مثلا شیر آب نیستش که یه دفعه پر بشه، این طول میکشه. یعنی یه ماهی، یعنی این هفته‌ای بود که آمریکایی‌ها نیاز داشتن تنگ هرمز رو باز کنن. این هفته یعنی پشت خیمه معاویه بودیم، اینجوری شاید بخوایم عرض کنیم، نیاز داشتن تنگ هرمز رو باز کنن که نفت خارج بشه، نفت ایران خارج بشه، نفت کشور دیگه هم خارج بشه. چاره‌ای نداشتن غیر از این که باز کنن. بعد چیکار کردن؟ روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن، گفتن حالا که ما مجبوریم تنگ هرمز رو باز کنیم، این حصر ایران رو برداریم، چون برای باز شدن تنگ هرمز نمیتونه که ایران حصر مثلا محاصره باشه کشورهای دیگه نفتشون بره، اینو که ایران قبول نمیکنه. با چه اتفاقی بیفته؟ هم نفت کشور دیگه بره هم نفت ایران بره، یعنی محاصره برداشته بشه و ایران هم قبول کنه تنگ هرمز رو باز کنه. و این مشکلشون رو باید حل میکردن. تا اونجا که بنده میفهمم متن رو نوشتن که این مشکل حل بشه. بعد خب به هر حال ایران هم باید یک منافعی داشته باشه دیگه، نمیشه فقط مهمترین ابزار و قدرت طرف مقابل رو شما همون ابتدا ازش بگیری، روی کاغذ هم هیچی ننویسی. و یه چیزایی نوشتن و به هر حال یک شناختی هم از ساختار سیاسی ایران دارن که به هر حال ایران شورای عالی امنیت ملی داره، رئیس شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور ایران جمهوریه. اینو ما تو این ماها خیلی مجبور می‌شدیم تکرار بکنیم که ایران پادشاهی نیست. اینجوری نیست که مثلا یک محمد بن سلمانی دستور بده و کل سیستم اجرا بکنه. و منابع آکادمیک بیرونی هم زمانی که درباره سیاست خارجی آمریکا اساتید متن نوشتن که سیاست خارجی ایران اجماعی جلو میره و زمانی که شورای عالی امنیت ملی کشور که از 10 عضو 6 عضوش متعلق به دولته، 5 تا رسما، اون دبیرم با حکم رئیس جمهور منصوب میشه و اون 4 عضو دیگه هم خب الان مثلا رئیس مجلس هستن که کاملا هماهنگ هستن و عزیزان دیگری که هستن.
که این تو فرمایشات پیام مقام معظم رهبری امروز بود که نظر رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی فلان کار هست و حضرت امام هم از این موارد داشتن، می‌فرمودن که نظر آقایون دوستان این بود و اون کار انجام شد. حضرت آقا امام شهید هم همینطور. به هر حال یک سبک حکمرانی در جمهوری اسلامی یعنی یعنی شما هم ولی فقیه دارید، هم شورای عالی امنیت ملی دارید و افرادی که قانون اساسی ایران رو نوشتن میتونستن شورای عالی امنیت ملی درست نکنن، دست خودشون بود دیگه و درست کردن. یعنی نظر افرادی که قانون اساسی ایران نوشتن میخواستن رئیس جمهور، کسی که با رأی مردم رئیس جمهور شده، این تعیین کننده باشه کمابیش نظراتش در حوزه سیاست خارجی و امنیتی و اون 10 نفری هم که اونجا حق رأی دارن اونا هم اتفاقی افراد حواسشون بوده که کی حق رأی داره. بحث می‌کنیم. میخوام بگم اون سوال اول نظرتون الان چیه؟ یعنی فرض کنید آمریکایی‌ها مجبور شدن، چون من تحلیل‌ها رو از صبح تا حالا می‌خوندم، واقعا برخی از کارشناسان خود آمریکایی، اسرائیلی و از جمله خیلی از کارشناسای ایرانی از دیدن متن واقعا شگفت زده شدن. یعنی فکر نمی‌کردن که آمریکا در برابر تنگه هرمز مثلا این میزان از امتیازات حتی رو کاغذ بده. خب یعنی دقیق نخوندن دیگه. خب یعنی میخوام بگم مثلا بالاخره الان تعهد داده که تحریم‌های اولیه ثانویه رو برداره. خدمت شما عرض که متنش هم یعنی میخوام بگم راجع به اینا نه به تعهد نداده برداره. حرفی که زده این استش که اگر توافق بشه و باید تو 60 روز توافق بشه، یعنی متنشون احمدی حتما دقت کردن، متن انگلیسی، متن فارسی، یه وقتی هستش برسید این متن حکم میکنه که باید به توافق هم برسن. از این جهت و گفته طرف مقابل گفته تو همین متن هم هست که اگر به توافق نرسنش خودم از اون منافعی رو که باید به ایران برسه نمیرسه. و بعد چی میخوان از شما؟ من پیشنهاد میکنم این مصاحبه مطبوعاتی جیدی ونس رو که 2 ساعت پیش بود، من شبکه الجزیره بودم اونجا، باید ساعتی 10 دقیقه شما میرید 50 دقیقه بیکاری اتفاقا افتاده بود تو اون 50 دقیقه که ما بیکار بودیم. اینو من چون بیکار بودیم گوش کردم، جای دیگه بودیم شاید فرصت نمیکرد. حرفایی که او زد، حرفایی که ترامپ دیشب زد، اینا مهمتره. حرفایی که مثلا وزیر خارجهشون، وزیر دفاعشون در کنگره میزنه، از بچگی به ما میگن که حرف مهم نیست، اون چیزی که رو کاغذ نوشته شده مهمه. اگه طرف آمریکایی باشه برعکس. روی کاغذ می‌نویسه، چی شما بخواید برای تو کاغذ می‌نویسه، ولی اون حرفایی که مثلا بین خودشون میزنن اونا هم. حالا اگه دوباره بپرسم، فرض کنید الان آمریکا 60 روز آینده تمام این تعهداتی که اینجا نوشته عمل کنه، در این صورت این توافق خوبه؟ فرض محال. یعنی میخوام بگم چون بعضی دوستان میگن که چون اون چیزی که از شما میخواد که عمل کنه اون برای شما خوب نیست، از اینجا توافق خوب نیست. یعنی یه چیزایی شما باید بدید که اون عمل بکنه، چون توافق اینجور نیستش که او مثلا یک امتیازاتی بده، این یه چیزی شبیه همون برجامه دیگه، شما باید به تعهداتت عمل بکنید تا او مثلا به تعهداتش عمل. این محتاطانه تر نیست این متن؟ یعنی میخوام همین رو بگم، انگار یعنی نویسندگان متن یعنی با احتیاط بیشتری طرحونه، یعنی ما سعی کردن پلکانی ببینن، یعنی تعهد در برابر تعهد، اجرا در برابر اجرا. حالا میشه بحث کرد که حالا بدیه برجام هست یا مثلا 90% برجامه، اینا رو میشه بحث کرد. ولی واقعیت این هستش که یه کارهایی رو آمریکایی‌ها میخوان ما انجام بدیم که تا اون کارها رو انجام ندیم، اون گشایش‌ها و برداشتن تحریم‌ها و اینا حالا صحبت می‌کنیم، من زیاد صحبت کردم، مثلا دست قوه مجریه نیست برداشتن تحریم، دست کنگره آمریکا هستش. اون اتفاقات اگر بخواد بیفته یه کاری ما باید انجام بدیم که اون کار به نفع کشور نیست. چرا به نفع کشور نیست؟ چون اهرم‌های قدرت ماست. چرا اهرم‌های قدرت ما رو میخوان؟ چون میخوان جمهوری اسلامی سرنگون کنن، میخوان ایران رو ببلعن. این فرمایشات امام شهید رو نباید فراموش کنیم. اینجا من فکر نمی‌کنم متن خوبی باشه، ظاهرش این از این جهت من با شما موافقم. ظاهرش رو یه جوری درست کردن که این بچه حزب اللهی هم که حمایت میکنن اینا زیاد آبروشون نره. آره اینجوری درست کردن، ولی واقعیت این هستش که اگه دقت بکنید مشکلات جدی داره. بسیار. حالا اینو به تفصیل ان شاءالله صحبت بکنیم. آقای دکتر احمدی در خدمت شما باشیم، شما نظرتون رو بفرمایید. اولا متن خودش چطوره؟
ثانیاً قابلیت اجرا داره یا نه، یعنی سابقه تاریخی آمریکا با این بعد عهدی‌ها و اینا شما چشم اندازتون چیه که بالاخره آمریکا پایبند میمونه به این و سرنوشتی شبیه برجام خواهد داشت و همین، یعنی یه بالاخره رویکرد منفی هم نسبت به مسئله هستش که این خودش اصلا یه دامیه و قدرت ما رو میخواد بگیره، تنگه هرمز باز بشه، مشکل نفت آمریکا حل بشه، اورانیوم از دست بره، خدمت شما راست که و حمله بعدی صورت بگیره. یعنی بالاخره اینم یه فرضیه میتونه باشه. اینم نظرتون رو بگید. بله خیلی ممنون. عرض کنم که من اون میزان از بدبینی رو که آقای دکتر ایزدی دارن من ندارم. من البته موافق هستم با اینکه آمریکا بدعهدی‌های بسیار زیادی در طول حالا حداقل دوره بعد از جنگ دوم داشته و خب کودتای 28 مرداد که من خیلی روش کار کردم و از حوزه هایی بوده این موضوع که مورد علاقه هم بوده و با جزئیات به اصطلاح وارد بحث شدم با طرف‌های مختلف و همین که در موردش زیاد مطالعه کردم اینها رو سوابقش رو دارم. یعنی قضیه مثلا فرض کنه جنگ ویتنام، جنگ عراق، حمله به افغانستان، حمله به عراق و قضایایی از این قبیل. منتها مسئله این هستش که این تقریبا میتونیم بگیم که اختصاص به آمریکا نداره. آمریکا به عنوان به خاطر اینکه یک ابرقدرته، یعنی حداقل در دوره بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین اقتصاد و بزرگترین ارتش دنیا رو داشته، عملکردش به اصطلاح گستردگی و وسعت بیشتری داشته و بسیار مورد توجه بوده و در هر جا هم که از به طرق نظامی با ابزار نظامی وارد شده، خساراتی که وارد کرده بسیار عظیم بوده. ولی خب در سطح بین الملل و در ارتباط با توازن قوا و روابط بین الملل و رقابت‌های بین واحدهای سیاسی یعنی کشورها، ما همیشه اینجور مسائل رو داشتیم و داریم. مثلا فرض کنید عراق خب یه قرارداد 1975 با ما داشت. اون موقعی که تصور کرد که توازن قوا به هم خورده، اون قرارداد 1975 رو پاره کرد و این عمومیت داره، تقریبا عمومیت داره. یعنی ما نمیتونیم حساب کنیم که که اخلاقیات حاکمه بر روابط بین الملل. مثلا دکتر اینم اتفاق، یعنی احتمالاً همین اتفاق براش میفته دیگه. نه ببینید بستگی داره به توازن قوا. ببینید توازن قواست که تعیین کننده هست، روابط قدرت هست و نیازمندی های طرفین و نیازهای طرفین احتمالاً به همدیگه. اینکه این واحدهای سیاسی یعنی کشورها چگونه در داخل روابط بین الملل تعریف میشن و این هست که باعث میشه که از یه سری از مسائل جلوگیری بشه. ببینید ما الان 200 کشور در دنیا داریم. الان وضع روابط بین الملل طوری هستش که جلوگیری بشه از بدعهدی آمریکا. خب همینو دارم عرض میکنم. ما 200 کشور داریم، تقریبا 200 کشور در دنیا داریم و هر چی جلوتر اومدیم از جنگ جهانی دوم، به خصوص از جنگ جهانی دوم به بعد هر چی جلوتر اومدیم، روابط بین کشورها صلح آمیزتر و دوستانه تر شده و روابط عمدتاً بر یعنی چارچوب روابط، چارچوب‌های رقابت اقتصادی و رقابت در حوزه‌های مختلف، رقابت‌های فرهنگی، رقابت دیپلماتیک و اینها بوده. یعنی مثلا شما فرض کنید اروپا چند صد سال همه کشورهای اروپایی با هم دیگه در حال جنگ بودن، ولی از جنگ جهانی دوم به این بر خب یه اتحادیه اروپا درست کردن و تقریبا جنگ نداشتیم. حالا اون در اروپای شرقی خب یه مسائلی پیش اومد بعد از فروپاشی شوروی و اینها که خب تقریبا گذشت، یا حتی در آفریقا، در آمریکای لاتین، در آسیای خاوری، به اصطلاح در خاور دور، ما تقریبا جنگ بین ملت‌ها، به جنگ بین کشورها به موزه رفته. یعنی خیلی کم داریم که پیش بیاد جنگ بین کشورها. دو سه مورد چند مورد حالا داشتیم. یکی شوروی به افغانستان حمله کردی که آمریکا به عراق و افغانستان حمله کرد. این جنگی که همواره جنگ. خب عرض اینه که به استثنای خاورمیانه ما تقریبا در سایر نقاط جهان جنگ بین کشورها رو پشت سر گذاشتیم. خب این یک رونده.
یک ترنده که باید بهش توجه داشته باشیم و این ترند و این روند میتونه شامل خاورمیانه هم بشه. یعنی ما میتونیم اینجوری استدلال کنیم که همون اتفاقی که برای اروپا افتاد، برای آسیان، حوزه آسیان افتاد، حوزه به اصطلاح آسیا افتاد. ببینید میگم که صرف احتمالش شاید کافی نباشه، یعنی ما باید شواهد بیشتری داشته باشیم. قطعاً. ببینید ولی روابط بین الملل یک پدیده فراگیره، همه‌گیره، یعنی روابط بین ملت‌ها و کشورها کم و بیش مشابه هم دیگه هست. ما یه سری عناصر در خاورمیانه داریم که موجب این مشکلات شده، اشغالگری توسعه طلبی اسرائیل، اشغالی وجود اسرائیل و حالا مسائل حمایت هایی که دیگران از اسرائیل کردن، نقض حقوق فلسطین، نقض حقوق مسلم و قطعی فلسطین، منتها اینا مسئله بوده و اینها به هر حال قابل حل و باید حل که آمریکا هم تو این بستر باید بهش نگاه کرد. یعنی ما نباید مسلم بدونیم که حتما رابطه ما با آمریکا مجددا خصمانه خواهد شد، مجددا حتما باید یه حمله علیه ایران اتفاق بیفته. همطور که عرض کردم ما 200 تا کشور دیگه هم داریم دیگه، این 200 تا کشور دیگه خب دارن با همین آمریکا و با همون شوروی قدیم و روسیه امروز و نمیدونم اروپایی‌ها و اینا دارن زندگی میکنن، رقابت دارن. مثلا ویتنام، به قول خود ویتنامی‌ها که بارها به ما گفتن که دیدیمشون، میگن ما 4 میلیون و نیم از ما کشتن، آمریکایی‌ها و فرانسوی‌ها و اینها از ما کشتن. ولی ما بعد از اینکه آمریکایی‌ها رو شکست دادیم و با اون فضاحت از سایگون و از پشت بام سفارتشون فراری دادیم، فردای جنگ برامون مسلم شد که باید به تدریج روابطمون رو با اینها، با این قدرت‌های بزرگ عادی سازی بکنیم و عادی سازی کردن. طی پروسه 10-15 ساله عادی سازی کردن و در 2024 ویتنام 109 میلیارد دلار کالا به آمریکا صادر کرد. چین الان حدود 400 میلیارد داره کالا به آمریکا صادر میکنه. یعنی ما نباید تصور کنیم که یک دشمنی وجود داره، یه خصومتی وجود داره و این خصومت حتما دائمیه و حتما غیر قابل حله و اگر اینجوری تصور کنیم، این تصور ما خودش میشه مبنای بحران، میشه عامل بحرانزا. اگر اینجوری تصور کنیم، اگر یه خورده بسیط‌تر نگاه کنیم و ببینیم که دیگران در دنیا دارن زندگی میکنن، فقط ما و آمریکا نیستیم که تو این دنیا داریم زندگی میکنیم، 200 تا کشور دیگه هم دارن تو این دنیا زندگی میکنن و اینها مسائلشون رو کم و بیش با هم دیگه حل کردن. و نکته دیگه ای که آقای دکتر گفتن این بود که این یادداشت تفاهم آمریکایی‌ها به این خاطر بهش تن دادن که ذخایر نفتیشون، ذخایر استراتژیک نفتی و ذخایر تجاری نفتی تا 1 ماه دیگه تموم میشد. اینکه ذخایر رو به پایان بود قطعا حرف درستیه، منتها ببینید پدیده ها ایستا نیستن، پدیده ها پویا هستن. راه حل ها، امکان اینکه راه حل پیدا بشه وجود داره. خب ما یه بحثی رو در 401 داشتیم دیگه، 400 و 401 داشتیم تحت عنوان زمستان سخت اروپا. یعنی اروپا رو به عنوان یه پدیده ایستا و مشکل رو، یه مشکلی که غیر قابل حل به نظر می رسید، بعضی دوستان تصور کردن و فکر کردن که اروپا یه زمستان سخت در پیش داره. صادرات گاز و نفت روسیه متوقف شده و اروپای بسیار سردی باید بره چوب و نمیدونم اینجور زغال و اینجور چیزا فراهم بکنن برای اینکه خونه‌شون رو گرم کنن. ولی دیدیم اینطور نشد. تابستان داغی هم که دوستان داشتن صحبت میکردن معلوم نبود که الزاماً اینطوری بشه. ببینید چین 17% از مصرف نفتش رو کاهش داد، هند 13% از مصرف نفتش رو کاهش داد. عوامل متعدد دیگه‌ای میتونستن عمل بکنن و میتونستن مانع، یعنی ما یکی دو ماه دیگه هم صبر می‌کردیم، مسئله نفت خیلی جدی نمی‌شد، مسئله معلوم نبود جدی بشه و ما نمیتونستیم صبر کنیم که ببینیم آیا اینها مشکل پیدا میکنن یا نه، در شرایطی که خودمونم مشکلاتمون کم نبود. ما تحت محاصره بودیم، محاصره دریایی در جریان بود.
حالا مشکلات نفتی، مشکل جی دی پی ما، اینها که خب من حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم و شاید هم درست نباشه، ولی به هر حال خودمون هم مشکل داشتیم و مهمتر از این معلوم نبود که این پیش بینی درست از آب در بیاد. یعنی زمان به نفع ما نبود. آمریکایی‌ها، وزیر انرژی آمریکا مدعی شده که از 1 ماه خورده پیش روزی 7 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میدادن. من البته این 7 میلیون رو باور نمی‌کنم، ولی فکر می‌کنم با حساب کتابا و چرت انداختن ها میتونیم بگیم 2-3 میلیون رو عبور میدادن. یعنی از یه دوره یک ماه و نیم پیش به بعد شروع کرده بودن در منتها علیه جنوب تنگه هرمز، در اون منطقه‌ای که بین جزیره القیون و رأس مسندم هست که منطقه‌ای است که به اصطلاح حالا اگه لازم شد توضیح میدم، خطوط تفکیک ترافیک دریایی قبلا از اونجا رد میشد. یعنی حدود 200 متر عمق داره. حتی عمقش از این منطقه‌ای که قبل از جنگ کشتی‌ها از اون استفاده می‌کردن در جنوب خط منصف تنگه هرمز عمقش بیشتره. خب اون یه منطقه‌ای بود که کشتی‌ها رو ظاهراً از اونجا عبور دادن، حالا با کشتی به کشتی و با خاموش کردن ترانسپوندر و نمیدونم این حرفا و اسکورت نظام. به هر حال امکانات مختلف در ملاحظاتی که دوستان میگفتن که یه ما دیگه ما صبر کنیم چه اتفاقاتی میفته، این امکانات مختلف و ملاحظات مختلف رو در ارتباط با این قضیه به اصطلاح مد نظر قرار نداده بودن. حالا اگه بخشای دیگه هم هست باشه، حالا من همینجور آقای دکتر قضاوت کلیه دیگه، یعنی چه نمیدونم راجع به آینده هم هست، نمیشه با قطعیت گفت که ظاهرا در واقع این تفاهم نامه روی این فرض نوشته شده که زمان به نفع ما نبوده و ما تحت فشار بودیم، در محاصره بودیم و معلوم هم نبود بالاخره یه ماه دیگه به این معنا چی میشه. به خاطر همین ما تنگه رو در واقع معاوضه کردیم دیگه، یه جورایی تنگه رو در برابر محاصره معاوضه کردیم و دیگه رفتیم تو 60 روز ببینیم که میشه. یعنی اگه واقعا و قطعا در واقع نگاه راهبردی ما این بود که زمان به نفع ما هست، احتمالاً باید یه ماه دیگه صبر می‌کردیم. میخوام بگم این تحلیل شما احتمالاً در بین امضا کنندگان هم نبوده. قطعا نبوده. نکاتی رو که آقای احمدی فرمودن من ابتدا، حالا فرصت نیست همش، این بحث ویتنام که فرمودن مورد خیلی خوبی هست. 4.5 میلیون ویتنامی توسط آمریکایی‌ها کشته شدن، 52,000 آمریکایی توسط ویتنامیا کشته شدن. زمانی که آمریکایی تشخیص میدن به نفعشون هست که با کشوری روابط عادی داشته باشن، شعار مرگ بر آمریکا 52,000 کشته معمولا حجمش کمتر از شعار نیست، تاثیر نمیذاره. دیدید بعضی از رفقای ما میگن که این شعار مرگ بر آمریکا میدید آمریکایی‌ها خوششون نمیاد. اگر شما میتونید 52,000 کشته رو در نظر نگیرید و برید عادی سازی روابط داشته باشید، شعار مرگ بر آمریکا هم هیچ مشکل خاصی نداره. و دولت‌های ما از زمان مرحوم هاشمی کارشون همین بوده که برن عادی سازی روابط بکنن. خیلی هم امتیاز دادن، سعی هم کردن، تلاش هم کردن، دیپلمات خوبم داشتن، دیپلمات زبانش هم خوب بوده، عقلش هم سرجاش بوده. نشده. چرا ما نتونستیم تجربه ویتنام رو تکرار بکنیم؟ چون طرف آمریکایی نخواسته. ولی مشکلی نبوده که ما در دادن امتیاز محدودیتی داشتیم، محدودیتی نداشتیم. حالا الان فرصت نیست، شاید ما تو برنامه دیگه این تاریخچه رابطه ایران آمریکا رو زیاد صحبت کردیم. در این که آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن رابطشون رو با ویتنام عادی بکنن، چین بوده. اون کشورهای دور اطراف چین رو آمریکایی‌ها دست گذاشتن، میخوان روی چین فشار بیارن، رقابت بکنن. ویتنام مرز قابل توجهی با چین داره و فراموش کردن 52,000 کشته رو و عادی سازی رابط کردن. چرا نمیتونیم چین بشیم؟ فرمایشات آقای احمدی بود. چین بمب اتم داره. هر وقتی ما بمب اتم داشتیم 1.4 میلیارد هم جمعیت داشتیم، حدود چند هزار کیلومتر هم با اسرائیل فاصله داشتیم، چون چین مشکل اسرائیل و رقابت اسرائیل رو نداره. اون وقت میتونیم از الگوی چینی استفاده کنیم. من دیدم یکی از وزرای
خارجه سابق در کتابی به اسم آقای سفیر مقایسه کرده بودن الگوی چینی رو. این تو ذهن خیلی از دوستان ما هست که بریم چین بشیم بدون توجه به این تفاوت‌های خیلی جدی که بین وضعیت ایران و وضعیت چین وجود داره. ما خدمت یکی از مسئولین ارشد فعلی وزارت خارجه بودیم 3-4 روز پیش، همین اروپای سرد رو مطرح می‌کردن، این فرمایشات آقای احمدی رو که بله شما بودید میگفتید اروپای سرد. بنده میگفتم ما هیچ وقت گفتیم اروپای سرد. اون برادری که گفت اروپای سرد الان تو تیم رسانه‌ای همین مجموعه هستش که دارن زحمت میکشن. حرف بیخودی اون موقع بود، هنوزم حرف بیخودیه. اینی که حالا یک کسی که الانم تو همین تیم عزیزانه که حرف نامربوطی درباره اروپای سرد زده، تحلیل اشتباهی بوده. حالا بعضی وقتا کسی تحلیل اشتباه میده، این به این معنی نیستش که پس هر تحلیلی اشتباهه. نه، الان این نکته درستی نیستش. بله ما مشکل داشتیم، منتها زمانی که شما مشکل پیدا میکنید چیکار باید بکنید؟ مشکل حل بکنید. اینی که ما نمیدونیم چیکار کنیم، بیاید به ما مردم بگید ما چیکار کنیم، مشکلاتمون همینطوری. به هر حال اگر تنگه هرمز بسته شده روی ما فشار هست، روی او هم فشار هست. سوال این هستش که تاباوری کی بیشتره. ما این رو قبل از توافق عرض میکردیم، 2 ماه اگر ایران بیشتر تنگه هرمز رو میبست، اون وقت این متن خارج نمیشد. این شما متنی که الان منتشر شده متن عجیب غریبی از جهات متعدد، شما همین باید اون چیزهایی که او از شما میخواد رو انجام بدید و الان توافق نمیشه و برخلاف برجام، این تو برجام نبود. یعنی دوستانی که برجام رو نوشتن هوشمندتر بودن، جاشون خالیه. من پیشنهاد میکنم از آقای دکتر ظریف قطعا این تیم استفاده کنه، چون به نظرم اگه آقای دکتر ظریف اینو میدید اعتراض میکرد. حالا من اینو نمیدونم آقای دکتر این رو دقت کردن یا نه. متن آقای دکتر نکته بدید بفرمایید. آره دیگه ببینید نوشته چی. این ماده 3 مشکلات زیاده ها، فرصت برنامه شما کم. جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده ماده 3 بفرمایید. به انجام مذاکرات و حصول به یک توافق نهایی در مدت حداکثر 60 روز قابل تمدید با رضایت طرفین متعهد می‌شوند. متعهد شدید که مذاکره کنید و حصول به اچیوینگ، این ترجمه اچیوینگه، مجبوری تو 60 روز توافق کنید ولی نقض بند 3 کردید. خیلی چیز عجیبیه که شما باشه ما مذاکره میکنیم ولی اینکه شما مجبور بشید که به توافق هم بکنید. این حصول، این اچیوینگ من ندیدم که قابل تمدید با رضایت طرفین. این اگه اون راضی نشه و توافقی نشه 60 روز ذخایرشو پر کرد، بعد چی دیگه مشکل اصلیش او بوده، همین کم بوده ذخایر بوده. اینو میدونید ما خب با زبان انگلیسی مدتی کار میکنیم. یه اصطلاحی ترامپ دیشب استفاده کرد من ندیده بودم آقای دکتر که برای ما زشته، یه کلمه انگلیسی ندونیم برای ما زشته. نمیدونم آقای احمدی اینو دقت من داشتم میدیدم، گفتش که این بحث 4 هفته رو گفتش که ما 4 هفته دیگه نفتمون تمام میشد. بعد گفتش که شما میخواستید بلهم ببینید. بلهم چیه؟ بلهم چیه؟ شما انگلیسیتون خوبه. بلهم چیه؟ یعنی خیلی قاراشمیش میشد اوضاع خیت خب میشد. اون نه حالا نه یعنی به هم ریختگی گسترده وسیع آخر زمانی. نه من چون نمیدونستم دیگه رفتم نگاه کردم. بلهم بتلهم این شهریه در فلسطین، هم بیت لحمه. بعد این اصطلاحی من نشنیده بودم. این ترامپ میدونه 80 سالشه، دیدید 80 ساله ما هم بعضی وقتا اصطلاحاتی استفاده میکنن جوان‌تر نشنیده. یه دارالمجانین بوده در لندن در قرن 15. حالا شما چون شبکه 4 هستید ما میریم تو این حال و هوا، ولی شبکه 3 بود مثالهای ورزشی میزدیم. در لندن یه دارالمجانین بوده در قرن 15 و ترامپ حرفش این بود که اگر این تنگ باز نمیشد و ذخایر پر نمیشد، از نظر اجتماعی میگه ها، وضعیت به گونه‌ای
میشد که جامعه مثل دیوونه خونه به هم میریختن. مثل شما دیوون دارالمجانین دیدید دیگه، این افرادی که اونجا هستن دارالمجانین میشد و واقعا میشد. یعنی شما بنزین میگفتن بالای $9 میره، بالای $10 میره در بعضی از ایالت‌ها. مردم به هم میریزن. مثلا مردم مثلا 47 سال فرهنگ مقاومت داشته باشن و ناراحتن از دست ترامپ، چون میدونن این جنگ نتانیاهو بوده. دموکرات‌ها که از اول میدونستن یک جناحی در درون حزب جمهوری‌خواه این رو هر روز داره تبلیغ میکنه که این جنگ نتانیاهو جنگ ما نیستش و مشکل داشت ترامپ. الان که مشکلش حل شد، رهبر شهید میفرمودن خرش که از پل گذشت برمیگردن به شما میخندن. الان برمیگردن میخندن، متأ تفاوتی الان با برجام هست، جمله زمان برجام، و شلیک میکنن. چون یه تفاوتی که الان با برجام داریم که بحث جنگ اون موقع به این سبک مطرح نبود، الان مطرحه. همینجد من امید دارم با پیامی که رهبر معظم انقلاب امشب دادن، اون شروط دهگانه شورای عالی امنیت ملی بود در ابتدا، شما شروط نگاه کنید، مقایسه کنید با این متن، بعد خروجی اگه به همین دستورالعمل ما بریم، خروجی رو مقایسه کنید با این و اون 10 شرط، خیلی کاهش خواهد پیدا کرد منافع ایران. این نیاز به اصلاح داره و طرف مقابل. دکتر آشان، شما این در واقع تحلیل کلی تاریخی های دکتر احمدی رو قبول دارید که اون ترندهای جهانی رو به صلح و ما هم تو این شیب باید بریم؟ نه، الان ما در حال گذار از یک نظمی به نظم جدید هستیم. نظم قبلی پایه‌هاش داره دچار تزلزل شده، نظم جدید هنوز شکل نگرفته. اتفاقا این وسط جنگ و دعوا بزن زیاده که الان ما داریم تو همون بزن از این داریم میخوریم و میزنیم. من این رو قبول ندارم. وضعیت دنیا الان اوکراین، روسیه، خیلی جاهای مختلف درگیری‌هاشون زیاد شده چون نظم به هم خورده. خود ونزوئلا مثلا، بله ما بریم مثلا رهبر فلان کشور رو بدوزیم، رهبر فلان کشور رو شهید بکنیم، حالت طبیعی نیستش دیگه. چون ما بین دو نظم هستیم، کشور احساس میکنن باید از هر زوری که دارن. هفته پیشم 8 کشور به هم زدن دیگه، یعنی تو یه شب یهو 8 کشور به هم حمله کردن، یه چند ساعتی با هم جنگیدن و این رو الان شما ببینید اروپایی‌ها چرا همراه نشدن؟ به خاطر اینکه متوجه هستن اگر ترامپ در رابطه با ایران به پیروزی برسه، بعد میره سراغ گرینلند، میره سراغ کانادا و نمیخوان، خوششون نمیاد. از این جهت نه، ما به سمت صلح الان نمیریم. زمانی که نظم جدیدی ایجاد شد که ممکن چند سال طول بکشه، بعد نظم ایجاد میشه، خب یک انسجام بیشتری تو مباحث بین‌الملل پیش میاد. بسیار متشکرم دکتر. من سعی میکنم زمانا رو حدود 10 دقیقه‌ای خلاصه خدمت اساتید تذکر بدم. آقای دکتر احمدی، هم این یه نکته کلی که این شواهدی ما نداریم که حداقل تو خاورمیانه ما رو به صلحیم. یعنی دائما اتفاقا ظرف چند سال گذشته زد و خوردهای خیلی شدید تو این منطقه بوده و مخصوصا ما اسرائیل رو داریم. یعنی یعنی مسئله اسرائیل که به نظر نمیاد به همین راحتی حل بشه. جنگ بسیار بزرگ اوکراین و روسیه رو داریم با بالاخره صدها هزار نفر تلفات و این همه خسارات و اینا. میخوام بگم یعنی منطقه خیلی اتفاقا آشوبناک از این لحاظ. و اینکه چرا حالا آمریکایی‌ها اومدن با ما مذاکره میکنن، اینا به نظر میاد که یعنی همونجوری که آقای دکتر میگن، نظرتون رو بفرمایید که یه طلسم در واقع که مشکل حل بشه و مثل دفعه‌های پیش خیلی راحت یه روزی جناب استاد ترامپ تشریف میارن پاره میکنن قرارداد و شلیک. بله، ببینید چند تا نکته رو من قبلش عرض بکنم قبل از اینکه به مطلب شما بپردازم. یکی اینکه چین گفتن چون بمب اتم داشته، خب خیلی من موافق نیستم، برای اینکه چین بمب اتمش رو از 1965 به بعد داشت و 1949 انقلاب شد، انقلاب چین شد. تا 1965 چین بمب اتم نداشت و روابط 72 بود. بله، بعدش بود دیگه، بعد از بمب اتم. نه، منظورم به خاطر یعنی اینکه تصور کنیم اگه کشوری بمب اتم نداشته باشه حتما بهش حمله میشه،
عرض من این هستش که در طول 16 سالی که چین بمب اتم نداشت و بسیار ایدئولوژیک و بسیار به اصطلاح تهاجمی بود، سیاست تهاجمی و ایدئولوژیک داشت، مائویسم رو در سراسر جهان داشتن بس اشاره میدادن، منتها کسی بهش حمله نکرد. بحث حمله نیست، بحث عادی سازی روابط با آمریکا. زمانی عادی سازی با چین اتفاق افتاد که چین در جایگاهی قرار گرفت که معلوم شد نمیشه بهش حمله کرد. این بلاهایی که سر ما بوده نمیشه رفت ما رو مثلا شهید کرد. بحث همین که آمریکا با ما عادی سازی نمیکنه، دلیل نداره عادی سازی. نه این که ما با ما عادی سازی نمیکنه چون ما بمب اتم نداریم، این رو خب حداقل ثابت شد که و برای ترامپ هم ثابت شد و برای همه هم ثابت شد که الزاماً یک کشور نباید حتماً بمب اتم داشته باشه تا دیگران بهش حمله نکنن یا دیگران رابطه صلح آمیز باش داشته باشه. من دوباره یادآوری میکنم که ما 200 تا کشور در دنیا داریم و از این 200 تا فقط 9 تاشون بمب اتم دارن و اون 191 که بمب اتم ندارن دائم کسی در حال حمله بهشون نیست. یعنی روتین و روند عادی روابط بین الملل به خصوص از بعد از جنگ جهانی دوم بر مبنای روابط صلح آمیز قرار داره. این به این معنی نیست که اصلا ما جنگ نداریم. همونطور که این روسیه به اوکراین حمله کرده و خب حالا آمریکا چندین مورد تجاوز کرده تعدادی از کشورها و اینها، ولی روند عمومی و کلی رو من دارم عرض میکنم که به این سمت و خاورمیانه هم دیر یا زود باید مشکلش رو حل بکنه. تردید نداشته باشید که باید مشکلش رو حل بکنه. به خاطر نفت تونسته یه مدتی به اصطلاح ضمن این ادامه این درگیری ها و این مشکلات و اینها سر پا بمونه و ادامه بده، ولی خب نفتم معلوم نیست وضعش چجوریه. پیک تقاضای نفت میگن 2035 و بعد تقاضا رو به افت خواهد بود. حالا به هر حال بحث ما اینا نیست، نمیخوام زیاد رو این موضوعات بمونم، ولی این که گفتن بس بسا تنگه هرمز که بسته بود به آمریکا فشار می اومد. اتفاقاً بسته شدن تنگه هرمز کمترین فشار رو برای آمریکا داشت، برای اینکه آمریکا هیچ نفتی از تنگه هرمز نمی برد و حالا شاید چند صد هزار می برد که خب اصلا مسئله نبود و بعد از اینکه تنگه هرمز بسته شد به اصطلاح تولید نفت آمریکا افزایش پیدا کرد، به حدود 14 میلیون بشکه نفت در روز رسید و بیشتر هم شد و صادر کننده نت شد، یعنی خالص صادر کننده بود به خصوص ظرف این ماه‌های اخیر. و این فشار عمده به جنوب جهانی می اومد، به فیلیپین و به کنیا و به هند و به اینجور کشورها می اومد. البته مقصر آمریکا بود و البته در ادامه ظرف 6 ماه 1 سال آینده به خاطر ارتباط بازارها به هم دیگه و به خاطر اینکه بهای نفت یه بهای جهانی است، در سطح جهانی تعیین میشه و افزایش قیمت بنزین در پمپ بنزین های آمریکا رو ما داشتیم و کاهش نرخ بهره که مد نظر ترامپ بود در صورت اینکه تورم افزایش پیدا میکرد امکان نداشت و حتی نرخ بهره رو مجبور بودن ببرن بالا و بالا بودن نرخ بهره باعث کاهش سرمایه گذاری و اینها میشه و میتونست به رکود منجر بشه. اینا همه هست، منتها اینا بحثای میان مدت بود و همه دنیا هم با این مشکل مواجه میشد. فشاری که روی ترامپ بود برای اینکه برسه به این توافق، مسئله نفت و بحث موندن تنگه هرمز در درجه اول نبود. در بسته شدن تنگه هرمز هم برای آمریکا مهم بود، منتها در درجه اول اهمیت قرار نداشت. مسئله این بود که به اصطلاح از راه‌های نظامی نتیجه دید و به این نتیجه رسید که از راه‌های نظامی کاری رو نمیتونه پیش ببره. جنگ 40 روزه رو شروع کرده بود با غافلگیری اولیه و شوک اولیه و ترور شهادت تعداد زیادی از مقامات عالی رتبه کشور. این اتفاقا افتاده بود ولی نظام سر جاش مونده بود. خب و این بعد از اونم 40 روز ادامه دادن، یعنی انگلیس آمریکا و اسرائیل به حملات خودشون ادامه دادن، خسارات زیادی به ما وارد کردن، نباید این رو نادیده گرفت.
ولی به نتیجه نرسیدن. یعنی مشخص شد حسابی که موساد و اسرائیل کرده بود این بود که همون چند روز اول با این ضرباتی که وارد میکنن سیستم اصلا میپاشه و خب نپاشید و وقتی نپاشید معلوم شد که از این راه به جایی نمیبرن، نتیجه نمیگیرن از این طریق و این دلیل اصلی این بود که متمایل شد به این که یه راه حل صلح‌آمیز پیدا بکنه، وگرنه تنگ هرمز در درجه اول اهمیت نبود. در مورد بند 3 که گفتین قرائت من از این بند زیاد موافق نیستم، مشابه قرائت آقای دکتر ایزدی نیست، برای اینکه میگه ظرف 60 روز مذاکره میکنن و برای رسیدن به نتیجه و اگر نشد تمدید میکنن و نتیجه رسیدن یا نرسیدن الزاماً مقصر یکی نیست، هر دو در صورتی که به نتیجه نرسن هر دو مقصرن. یعنی نمیشه مشخص کرد که حتما یکی مقصره یکی مقصر نیست، خیلی روشنه دیگه. یعنی در یه اختلافی که وجود داره طرفین باید انعطاف نشون بدن، تردید نباید داشت که طرفین در صورتی که بخوان به توافق برسن باید انعطاف نشون بدن و برای اینکه انعطاف نشون بدن و به سمت همدیگه از دو سوی طیف به سمت همدیگه حرکت بکنن، یا در میانه طیف یا در به اصطلاح 3/4 1/4 یا در 1/4 3/4 همدیگه رو ببینن. سوال بپرسم، میخوام بگم شما الان خودتون بزنید طرف آمریکایی ایران رو محاصره کردید، اصلا جنگ کردید، جنگ جواب نداده، حالا اومدید محاصره دریایی کردید و ایران به شدت تحت فشار قرار گرفته و احتمال اینکه شما با افزایش این فشار و تنگ‌تر کردن محاصره دریایی اقتصاد ایران رو فلج بکنید و مجبورش بکنید که در واقع خواسته‌های شما رو تمام بده، اورانیومش رو بده و موجوده. شما چرا اینو نباید ادامه بدید و بیاید یه امتیازهای خیلی زیادی مثل تعهد به در واقع برداشتن تمام تحریم‌های اولیه و ثانویه و آژانس و نمیدونم سازمان ملل و بعد بیام 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنم؟ یعنی میخوام بگم چرا شما الان خودتون بزنید طرف آمریکایی، این چه توجیهی داره که این کارو بکنه؟ این دلایل عینی داره و دلایل ذهنی. دلایل عینیش این هست که خب با بسته شدن تنگه هرمز و با محاصره دریایی کار تا حالا پیش نرفته. بحث فشار اقتصادی که عرض کردم در میان مدت فشار اقتصادی در میان مدت علیه آمریکا هم به خاطر مسئله سرمایه گذاری و نرخ بهره و اینها حتما اثر میکرد. این دورنما رو میدید. مشکلات خاص سیاسی داخلی آمریکا رو هم داره، مسئله دموکرات ها و مسئله انتخابات میان دوره‌ای و اینها رو هم داره، ولی مسئله این هستش که در ظرف 2 هفته‌ای که میخواست کارو تموم بکنه مشخص شد که عملی نیست. 120 روز طول کشید و 120 روز دیگه مثلا لازم بود تا با این فشارهایی که شما میفرمایین به نتیجه بخواد برسه و تازه اون هم قطعی نبود. یعنی ما نمیتونیم همونطور که در مورد زمستان سرد اروپا یا تابستان داغ مثلا اروپا و آمریکا نمیتونیم با قطعیت پیش بینی بکنیم و فاکتورهای متعددی رو که میتونن این وسط وارد معادله بشن و به هم بزنن همه چی رو باید مد نظر داشته باشیم. ترامپ هم این ملاحظات رو داره. منتها یه دلیل ذهنی هم هست، فقط دلیل عینی نیست. ببینید ترامپ تصمیم گیری در سیاست خارجی آمریکا رو شخصی سازی کرده و حتی در سیاست‌های داخلی آمریکا رو. وزارت خارجه آمریکا حذف شده از معادله. شورای امنیت ملی آمریکا رو حذف کرده، یعنی کاملا تعطیله، اصلا مشاور امنیت ملی نداره. اون به اصطلاح پروسه تصمیم گیری که یک دولت مدرن امروزی به اصطلاح بر اساسش کار میکنه رو این کاملا فلج کرده. خودش و چند تا شریک معاملات ملکی که داره با اینها میشینن عقلاشون رو میریزن روی همدیگه و دامادش که هیچ کدوم این کاره نیستن. این متنی که تهیه شده مثلا این به لحاظ حقوقی مشکل داره، به لحاظ حقوقی اشکالاتی داره، قابل تفسیره، 1 دقیقه جمع‌بندی قابل تفسیره، ولی این متن بدون تردید به سود ایرانه. 4-5 تاش حالا اگه فرصت باشه من توضیح میدم.
و همه دنیا هم اینو تصدیق کردن. روزنامه نیویورک تایمز امروز سرمقاله‌اش رو اگه دیده باشین، آیدو تو دیده باشن، میگه شکست مسلم ترامپ، شکست شخصی ترامپ، شکست آمریکا، شکست راهبردی برای آمریکا طی سالهایی که در پیش داریم و روی به اصطلاح عملکرد آمریکا در دنیا این قضیه خیلی تاثیر خواهد داشت. نه استدلال میکنه، سرمقاله نیویورک تایمز هم کاملا مستدله، یعنی برای همش رفرنس میده. این فقط مسئله من و فرض کنید چند نفر در داخل ایران و اینها نیست. ببینید این در بند 10 اگه اشتباه نکنم میگه که ایران میتونه نفتش رو ویور میدن که ایران بتونه نفتش رو صادر بکنه. نفتش رو میتونه صادر بکنه با به اصطلاح با ضمایم مالی و حمل و نقل و بیمه. یعنی مشکل بانکی هم نداشته باشه، مشکل بانکی نداشته باشه و برای ایران، برای صدور نفت ایران بخوان به اصطلاح تحریم بانکی رو که ایران بتونه پول نفت رو بگیره اینا وردارن. متوجه نشد، من فکر میکنم متوجه نشدن. بند 10 تعهد 60 روزه هم نیست. من الان بعد توضیح میدم. نه اجازه بده من عرضمو تموم کنم. ببینید این یعنی که یک کرک، یک شکاف ایجاد کردن در ساختار تحریم. اینکه ایران نفتش رو بفروشه، در ماه اول جنگ به ایران ویور دادن که نفتش رو بفروشه، منتها اینکه پولش رو برگردونه و مسائل بیمهش و مسائل حمل و نقلش و اینا نبود. این دفعه اگه بخوان مسائل بانکی رو هم شامل به اصطلاح این معافیت بکنن، ساختار بیمه به هم میریزه، ساختار تحریم آمریکا به هم میریزه. دست شما خب البته من میگم دوباره تو متن ما یه سری تعهدات ظاهرا خیلی نقد همین امشبی داریم. بله. این جیدی ونس من پیش چون تو این حوزه مصاحبه می‌کنی درد می‌کنه. باز می‌خوام یه جمله بگم. من صحبت‌های جیدی ونس و ترامپ رو در چهارچوب توجیه مثلا عامه مردم آمریکا می‌بینم. اینو زمان برجام هم داشتیم. زمان برجام ما عرض می‌کردیم خدمت عزیزان که کری رفته در کنگره گفته برجام از نظر حقوقی الزام آور نیست، لیگالی بایندینگ نیست. حضرات چه میگفتن؟ میگفتن این مصرف داخلی داره. بنده چی عرض می‌کردم؟ گفتم چیزی که مصرف داخلی داره ممکنه درست هم باشه. یعنی هر چیزی که مصرف، شما هر سیاست مداری همه جای دنیا زمانی که صحبت میکنه یه مصرف داخلی هم داره، به این معنی نیست که غلطه. این احمد گوش هم از این چیزا پر از اون 10-12 سال پیش. ببینید جیدی ونس ازش پرسیدن، گفتن شما الان اجازه دادید؟ گفتش پاسخش درسته، منطقیه. گفتش که ببینید ایرانی‌ها که نفت میفروختن، واقعا ما در فروش نفت تو این روغن ریخته رو خلاصه آفرین ایرانی‌ها نفت میفروختن. الان که ما بهشون مجوز بیمه و مجوز نمیدونم بانکی میدیم، یک دانشی پیدا میکنیم، ویدیوش هست مال 2 ساعت پیشه، دانشی پیدا میکنیم نسبت به اینکه این سبک استفاده از سامانه‌های بانکی و انتقال پولشون چیه. چون قبلا که نفت میفروختن برای اینکه تحریم آمریکا دور بزنن خیلی از این چیزا آشکار نبود دیگه، الان آشکار میشه. تو بحثی که شروع کردن یعنی اینم خودش یه دامیه برای اینکه ببینن چجوری، یعنی شما اینکه داره نفتشو میفروشه و خیلی حرف مهمی زد ونس. حرفش این بود که تحریم‌های نفتی بی اثر شده بود، واقعا بی اثر شده بود. این نکته مهمیه. من خاطرم از ایام برجام اوباما این رو میگفتش که تو اولین فکت شیت یادتونه میدادن اون زمان، میگفتن که تحریم ایران دوره اوباما کاغذ بیت فری شده، این سوست شده. هدف برجام این بود که یک انسجامی در سامانه‌های تحریمی ایجاد بکنه که داشتش از دست میرفت اون زمان. الان هم دوباره همین اتفاق داره میفته. اون بحثی که درباره اینکه آمریکا از این منطقه نفت نمیبره رو آقای احمدی مطرح فرمودن، خودشون هم جواب خودشون دادن که قیمت‌های نفت جهانی تعیین میشه و یکی از دلایلی که تونسته آمریکا قیمت نفت رو کم و بیش مدیریت بکنه آزادسازی این ذخایر نفتی بوده و دیگه تمام شده. ذخایر نفتی تمام میشه یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیتونه قیمت نفت رو مدیریت بکنه که کارشناسای خودشون آدم‌های مثلا سوپر انقلابی تندرو این فوشایی که با ما تو این ایام میدادن اینو توضیح دادن عوامل مختلف. آدم دیوانه‌ای نیستش. از یه طرف
فضای مذاکرات ایجاد میکرد. CNN شما 39 بار این گفت مذاکره نزدیکه، توافق نزدیکه. شما گفتار درمانی میتونه. آره، یعنی شما میدونید الان که ماه جونه اینا برای آگسته، این قیمت ها برای 2 ماه دیگه است، اینا برنت و شاخص های دیگری که دارن. شما اگر فکر کنی این هفته داره تمام میشه، داستان تنگه هرمز داره باز میشه، برای چی $100 باید 2 ماه دیگه بدی؟ تأثیر میذاره روی اون قیمت ها. و مقامات ما هم خب هر وقتی که صداشون میکردن برای مذاکره میرفتن که هیچ نیازی نبود، چون کمک به ترامپ بود. الان هم کمک شده به ترامپ که تنگه هرمز باز شده و این فشار روی اصلاح شده. اون بحث 200 تا کشور هم زیاد مطرح میشه. اینو ما شاید تو برنامه شما قبلا گفتیم، تا خدمت‌های احمدی نبود. آمریکا کشور دنیا رو به 4 گروه تقسیم میکنن. یه سری از کشورها منابع زیرزمینی ندارن، موقعیت ژئوپلیتیک ندارن. اگه بخوایم مثال بزنیم ایشان اینجا سفارت هم نداشته باشن. رواندا، بوروندی، جایی اینا کجا آبادایی جایی هستن، چون سفارتشون احتمالاً صدا و سیما شاکی اعتراض میکنه. حالا مثال زدیم. ترامپ به این کشورها میگه shit hole countries که ترجمه نمیکنه. خب اینا حالا آمریکا با اینا کاری واقعا نداره. حکومتش همراه شد نشد نمیره لشکر کشی کنه. رتبه 1 نفت و گاز دنیا نیستن مثل ایران. پس از 200 تا کشور یه سری اینجوری ریزش دارن که ما نمیتونیم بگیم 200 تا کشور همه روابط عادی با آمریکا دارن، پس همه مشکلی ما داریم دیگه، نخاله شدیم تو 200 تا کشور به تحصیل خودمون. اینا هیچ. این گروه 1. گروه 2 کشورهایی هستن که منابع زیرزمینی دارن، موقعیت ژئوپلیتیک دارن، بمب اتم هم دارن که 7 تا 9 تا کشور داریم. روسیه، چین، اینا هم که یه سری ریزش اونجا هستش. گروه 3 کشورهای همراه، همسو، هماهنگ. حالا تو این گروه 3 بعضی کشورها مثلا ژاپن شاید ممکنه توجیهی داشته باشه، اونجا کنار روسیه است، کنار چین، یه روابط مثلا نظامی با آمریکا داشته باشه، ممکنه به دردش بخوره. توجیهی این همراه و همسو شدن با آمریکا ممکنه داشته باشه. بعضی کشورها نه. قطر الان شما این همه هزینه کردن برای سامانه‌های موشکی، اسرائیل بهشون حمله کرد، آمریکا هم اینا رو خاموش کرده. اینا نیازی واقعا ندارن که همراه و همسو آمریکا باشن. خود سنتی اینجوری بودن ولی نیازی ندارن. اینا گروه 3 هست. اینا آمریکا مدیریتشون میکنه. شما خاطرتون هست زمان مرکل صدر اعظم آلمان مخالف حمله به لیبی بود. بعد آمریکایی‌ها شنود میکردن تلفن شخصی خانم مرکلو. بعد که لو رفت عذرخواهی کردن، گفتم بله، رد نکردن، عذرخواهی کردن. بعدم یکی از اون مقامات قبلشون گفتش ما می‌خواستیم ببینیم چه کسی به مرکل مشاوره میداده که شما دخالت میکنن، نفوذ دارن، آدم خودشون میچینن، چون همراه و همسو هستن دیگه، اونجا سفارت دارن، کار میکنن. این گروه 3. ما تو گروه 4 هستیم. ایام برجام مسئولین کشور بعضیشون میخواستن ما از گروه 4 ببرن گروه 3. این گروه 4 بودن سخته دیگه. الان گوشت چنده نمیدونیم چون نخریدیم مدتی. فشار هست، تحریم هست، مشکلات متعدد هست. این متن ما رو میخواد از گروه 4 ببره گروه 3. نه دفعه قبل میشد، نه الان میشه. چرا نمیشه؟ بوروندی و چین و نمیدونم روسیه و اینا رو نمیخواد، بعضیا رو نمیخواد ببله، بعضیا رو نمیتونه ببله، بعضیا هم نصف نیمه بلعیده، دیگه کار خاصی با اینها نداره، داره مدیریت میکنه. و تفکر آمریکایی اینطور هستش که اگر ما الان برای ایران یک گشایش اقتصادی ایجاد بکنیم با همین حکومت، با همین سبک حکومت، با این رهبر که امشب بیانیه دادن، خب فضای تنفسی برای ایران ایجاد میکنه و ایران قدرتمندتر میشه. از این جهت مشکل تنگه هرمزشون رو درست میکنن. بعد ارزمانی نیست حتما دوباره به ما حمله میکنن، ولی اینم یک انتخابه، گزینه‌ای رو میزه که اگر دیدن شرایط هست، اونا هم به حال مشکلات نظامی دارن، شارژ باید بکنن سامانه‌های نظامیشون، اونا ممکنه بیشتر از 2 ماه طول بکشه. و ما تو این متن تعهد کردیم که به توافق برسیم. این اصلا من خیلی چیزا این متنشو من دوباره خدمتتون میخونم دیگه. جمهوری اسلامی، حالا من کوتاهش میکنم، جمهوری اسلامی و ایالات متحده به انجام مذاکرات و حصول به یک توافق نهایی متحد میشوند.
شما تعهد میکنی که به توافق برسی. شما میتونید تعهد کنی مذاکره کنی، ولی تعهد میکنی که حتما هم به توافق برسی. بعد اگر به توافق نرسیدن رهبری پیام دادن شروط، حالا شروط حاصل نشد، رئیس جمهور هم تعهد کرده، خودش تعهد کرده دیگه با مسئولیت خودش، ما میریم جلوی اینا میستیم. حالا شما جلوی اینا ایستادید، تفاهم نشد، میگن چیزی از دست نمیدیم، دوباره جنگو شروع میکنیم. نه چرا دیگه، نه دست میدیم دیگه. ببین شما دوباره 3 ماه، ما یه چیزی مسئولین قبلا میگفتن حرف درست بود، اخیراً فراموش کردن. گفتن ما یه چرخه‌ای داریم به اسم حمله، آتش بس، مذاکره، حمله. میگفتن این رو باید بشکنیم. درسته؟ این کارو باید میکردیم. یعنی هدف کشور باید این باشه که دوباره به کشور حمله نشه. دفعه قبل که حمله شد 3500 تا شهید غیر نظامی داشتیم، رهبری هم شهید کردن، عزیزان دیگه هم شهید کردن. این بار ممکنه 5000 تا شهید بدیم، 10000 تا شهید بدیم، 3 ماه بجنگیم تازه برسیم اینجا که دوباره بعد از 3 ماه اینا مثلا ذخایرشون کاهش پیدا کنن، اینا حواسشون هست این بار بیشتر ذخیره میکنه. یعنی شما زمانی که هزینه دادی که حمله نشه، باید هزینه حمله رو بالا ببرید. چجور کنیم؟ چیکار کنیم هزینه حمله رو بالا ببریم؟ یکی تعداد کشته نظامی که الان روایت غالب این هستش که 13 تا. دکتر 1 دقیقه جمع. دومی فشار اقتصادی. فشار اقتصادی هم رها کردیم رفت. بعضیا ممکنه بگن خب آمریکا حمله میکردن. ترامپ گفتش که حمله میکردیم تنگه باز نمیشد، که راست میگه. و ما آب شیرین کنای خوبی داریم در کشورهای جنوب خلیج فارس. صنایع نفتی جدی داریم در کشور جنوب خلیج فارس. اگر آمریکایی‌ها متوجه بودن ما آب شیرین کن میزنیم، صنایع نفتی هم به گونه‌ای میزنیم که 4-5 سال بازسازی طول بکشه. اگر یه هفته 2 هفته‌ای بازسازی بشه این هیچ مشکل ایجاد نمی‌کنه. اصلا پروژه است برای رفقای ترامپ در شرکت‌های نفتی. ولی اگر 3-4 ساله بخوره این بازدارندگیه. مشکلات ایران و آمریکا تو بحث‌های نظامی همینه. یعنی اون طرف مقابل باید به این نتیجه برسه که هزینه بالاست. میدونه ما تشریف نمی‌کنیم. 47 سال از انقلاب میگذره، 46 سال اول آمریکا به ما حمله نمی‌کردن. چرا حمله نمی‌کردن؟ الان شما دیدید مقامات قبلی میگن ما هزینه فایده می‌کردیم، می‌دیدیم که حمله به ایران هزینه‌اش بالاست. تو 1 سال گذشته دارن حمله می‌کنن. ما باید برگردیم به 46 سال اول انقلاب و این با باز کردن حمله و متنایی که دقت نکردیم و اینا حاصل نمیشه. بسیار متشکرم. آقای دکتر، بازدارندگی از دست رفته 1 سال داره حمله میکنه. نکته هم همینه که اصلا هیچ فرآیند عادی سازی به قول آقای دکتر در راه نیست. به نظر نمیاد که چه اتفاقی داره میفته. ببینید من پیشفرض آقای دکتر ایزدی رو ندارم، یعنی با این پیشفرض به قضایا نگاه نمی‌کنم. ایشون پیشفرضشون این هست با توضیحی راجع به 200 کشور دادن، دسته‌بندی که کردن، پیشفرضشون این هست که یا کشورها به اصطلاح اهمیت ندارن، مهم نیستن، یا اینکه آمریکا اینها رو باید ببله. یعنی اینکه یک تضاد و تعرض و تهاجم دائمی ما با یک چنین وضعیتی مواجه هستیم در روابط بین الملل. رئالیست های خیلی افراطی این تصور رو دارن، این برداشت رو دارن از روابط بین الملل که کشورها دائم مترصد هستند که همدیگر مورد حمله و تهاجم قرار بدن. روند به صورت عینی و بر اساس فکت های موجود اگه نگاه بکنیم، از جنگ جهانی دوم به این ور ما چنین چیزی رو نمیبینیم. ببینید نقطه عزیمت بنده در بحثام همیشه توسعه کشور و رفاه مردمه. یعنی مبنا، هدف، غایت باید توسعه کشور و رفاه مردم باشه و در این صورت هست که کشور به یک قدرت تبدیل میشه و این قدرت در این صورت هست که این چنین کشوری که توسعه پیدا کرده و مردمش در رفاه هستن و انسجام اجتماعی وجود داره و به خاطر کارکرد خوبی که نظام سیاسی داره تونسته مشروعیتش رو در بین آحاد مردم توسعه بده، تسری بده و گسترش بده، این کشور قدرت داره.
و حمله نظامی بهش نمیشه دکتر. حمله نظامی قطعا بهش نمیشه. ما اگه با کشوری مواجه باشیم که با چنین یک دلیلی که باعث شد که این حمله حالا به اصطلاح تشویق شد یا جلو افتاد، خب اتفاقاتی بود که تو ایران افتاد. تو هیچ کدوم از کشورهایی که آمریکا بهشون حمله نمیکنه تقریبا چنین وضعیتی ندارن. یعنی کره شمالی نداره، چین اینطوری نیست، روسیه اینطوری نیست. یعنی چین مثلا چطوری نیست؟ چین یک کشوری است که بهترین عملکرد رو ظرف 50 سال گذشته داشته. توسعه سیاسیش اینطوری نیست. نه ببینید توسعه سیاسی مهم نیست. ببینید توسعه سیاسی، یعنی فقط بمب هسته‌ای دارن که آمریکا بهشون حمله نکرده. من از این منظر حرکت نگاه نمی‌کنم که دموکراسی حتما لازمه. ما در کشورهای اروپا، در کشورهای آسیای خاوری یک نظام‌های سیاسی داریم که اینها دموکراتیک نیستن. کره جنوبی رشدش و توسعهش رو از کانال دموکراسی شروع نکرد، برعکس مثلا فرانسه و آلمان. یا حتی در اروپا پروس با به اصطلاح اقتدارگرایی شروع کرد، دولت پروس قرن 19 و ژاپنی ها دولت میجی با اقتدارگرایی شروع کردن، دولت دموکراتیک نبودن. بحث من این نیست که حتما دموکراسی لازمه و پیش شرط توسعه است. ما در خاورمیانه مشکل داریم. ما در خاورمیانه نه اون اقتدارگرایی خاور دوری رو داریم که بوروکراسی مدرن داره و فساد ستیزی داره، جلوگیری از فساد داره و به اصطلاح یک سیستم مبتنی بر عقلانیت ایجاد کرده، ولی دموکراسی نداره. چین خب یه نمونه واضحشه. اونها تونستن به رو مثلا سنگاپور از طرق دموکراتیک به توسعه‌ای که امروز داره دست پیدا نکرده. اون رهبر سنگاپور که حالا لی کیوان، اون آدم بسیار بسیار اتوکراتیکی بود دیگه. بحث این است که اگر ما بتونیم، یعنی هر کشوری اگر بتونه حداقل توسعه رو فراهم بکنه، زمینه رو برای توسعه فراهم بکنه، توسعه اقتصادی، توسعه پایدار فراهم بکنه و بتونه شرایط ایجاد بکنه که مردم حداقل رفاه لازم رو داشته باشن، این لازمه که کارکرد خوبی داشته باشه. یعنی حکمرانی خوب لازمه برای اینکه ما برسیم به این اهداف. قبوله. میخوام بگیم الان مسئله حمله آمریکا به ما و عادی سازی رابطه ببینید مسئله اینه که ما اگر کشور ضعیفی تصور بشیم، اگه تصور این باشه که تورم مواد غذاییمون 125-130 و برای 80% هم این بخش از تورم هست که مهمه، نه تورم عمومی 57% و اینها، یا بیکاری مثلا اینجوریه، یا جی دی پی مون به اصطلاح تولید ناخالص داخلیمون که برآوردهایی در سطح بین المللی داره میشه برای امسال، که حالا من نمیخوام تکرار بکنم اینو، ولی مرکز آمار خودمون قبل از جنگ 12 روزه منهای 1 پیش بینی کرده بود، یعنی برای 3 ماه اول داده بود، رشد اقتصادی رو منهای 1 داده بود و این 9 ماه هم که گذشته به اصطلاح آمار مربوطه رو اعلام نکرده که خب این میشه حدس زد که ما چه این باعث بیکاری، باعث تورمه. آیا تو میگن کسی اشکالی نداره در این مسئله؟ همه میدونن که کشور قوی اقتصادی قویه. ببینید خب، ترکیه، یعنی میخوام بگم این که خیلی روشنه. خب ببینید ما بنای کارمون باید بر این باشه و در مورد این توافق، این یادداشت تفاهم، مسئله اینه که ما انعطاف نشون بدیم، از آمریکا هم انتظار داشته باشیم که انعطاف نشون بده و این راهبرد ما چی باشه. اگر راهبرد ما، استراتژی ما همچنان این باشه که روی تعداد سانتریفیوژ و روی چند کیلو اورانیوم غنی شده چند درصد بخوایم بمونیم و بخوایم چانه زنی بکنیم روی اینها و به توافق نرسیم یا برسیم در یه حدی، در یه منطقه خاکستری به توافق برسیم مثل برجام، وضعیت ناپایدار همچنان در کشور ادامه پیدا میکنه و این ناپایداری ترجمه میشه به بحران در توسعه، بحران در رفاه. ما بتونیم این قرارداد رو اجرایی بکنیم، آمریکا ذخایرش هم پر بکنه، به ما حمله نمیکنه. من چنین اعتقادی ندارم که آمریکا، ببینید اسرائیل منشأ اصلی این حملات اسرائیل بود و عرض کردم که یک یه دقیقه جنبندی بکنم که دو تا پنجره هم جنبندی داشته باشه. توضیح دادم که یک بعد ذهنی هم داشت این قضیه، یعنی در واقع ترامپ گول خورد
ترامپ کسی نبود که وارد این وادی بشه. صحبت از جنگ‌های بی‌پایان، انتقاد کرده بود از جنگ‌های بی‌پایان رؤسای جمهور سابق، متعهد شده بود که جنگی رو آغاز نکنه، بیس اجتماعیش پایگاه اجتماعیش ضد جنگ بود و هست. این تصورش این بود ظرف چند روز این کار رو پیش میبره و وقتی که متوجه شد که ظرف چند روز نشد و نمیشه که این کار رو پیش ببره، این شکستی که در رسیدن به اهدافش آمریکا در این جنگ شکست خورد. چرا؟ چون به اهدافش نرسید شکست خورد و اون اهداف رو دوباره به اصطلاح مبنای یک تجاوز دیگه قرار نخواهد داد و ما هم نه برای این که با آمریکا کنار بیایم، به خاطر خودمون، به خاطر این که ما مهم نیست که حالا ترامپ در انتخابات میبره میبازه. چون بعضی از دوستان در داخل همش میگفتن آقا یه ما دیگه صبر کنی، ترامپ پدرش در اومده تو انتخابات میبازه. خب ببازه نبازه به ما چه؟ ما نگران خودمون باید باشیم. ما باید تمرکزمون بر این باشه که مشکلات خودمون رو حل بکنیم و برای اینکه مشکلات خودمون رو حل بکنیم اولین کاری که باید بکنیم تنش در سیاست خارجی رو باید به حداقل برسونیم و در نتیجه چانه‌زنی. تقصیر ما بوده این وضعیت با نه تقصیر ما نبوده. ببینید ما چیکار کنیم موقعی که تقصیر ما نبوده؟ ببینید تقصیر ما نبوده، ولی ما میتونستیم مثلا فرض کنید ما در مورد اورانیوم 60%، خب این اورانیوم 60% هیچ کارکرد دیگه‌ای جز این که به عنوان یه برگ مذاکراتی استفاده بشه، یه مذاکراتی استفاده بشه نداره، مطلقاً نداره. میتونین یه جلسه مجزا بذارین راجع به این موضوع ما بشین بحث کنیم، الان فرصت نیست. بازدارندگی نیاورده و نمیاره اورانیوم 60%. این اورانیوم 60% برگ مذاکراتیه. خب اینو ما در این مذاکرات باید مصرف کنیم. شما که کردیم به نظر میاد نه نکردیم. این متن هیچی از این مواردی رو که آقای دکتر فرمودن من ازش استنباط نمی‌کنم. همه چی تقریبا جز مسئله نفت و حتی تعهد دادیم که رقیق کنیم. نه تعهد دادیم که مذاکره کنیم تحت شرایطی. تعهد دادیم که رقیق کنیم تحت شرایطی. اگه اونا موقف شد ما ببینید الان ما در بهترین فرصت تاریخی قرار داریم برای اینکه بتونیم به نتیجه برسیم. حالا من در ادامه آقای دکتر 5 دقیقه پایانی ببینید این نکات های احمدی فرمودن حرف یک تفکری هستش در کشور دیگه که ما این بحث‌های هسته‌ای رو بدیم بره و مشکلات اقتصادی داریم. حالا قبلا میگفتن هسته‌ای، الان ظاهرا لانچرها هم کلید واژه شده که لانچرها رو خلاصه پارک کنیم سر جاشون و اینا رو بدیم و زندگی مردم باید خوب بشه و اینا. سوال یعنی پیش‌فرضی که وجود داره این هست که حرف آمریکایی‌ها رو پذیرفتن بعضی‌ها که مشکل ما با شما هسته‌ای شماست. مشکل آمریکایی‌ها با ایران بحث هسته‌ای نه، بحث هسته‌ای از سال 2002 اینا شروع کردن، یعنی 24 ساله، انقلاب 47 سالشه. اون 20 سال اول انقلاب برای چی با ایران درگیر بودن؟ مشکلشون خود ایران هست. این نکته امام شهید رو ما فراموش میکنیم دیگه. میخوان ایران رو ببلن. چرا میخوان ایران رو ببلن؟ ایران رتبه یک نفت و گاز دنیاست، نزدیک اسرائیل. اینا میخوان هژمونی سلطه‌ای در منطقه ایجاد کنن، ایران نمیذاره. مشکلشون خود ایرانه. برای همین ترامپ درباره تجزیه ایران و تغییر مرزهای ایران صحبت میکرد. نفتم میخوان، درباره نفت ایران هم صحبت میکرد. این یه مشکله. یعنی با این ظاهر که ما مشکل اقتصادی داریم، درمان چیه؟ هسته‌ای رو بدیم. حالا شما هسته‌ای رو بدید، مشکلم بنده اینجا میخوام فاش بکنم این نکته رو که اگر مشکل واقعا بحث هسته‌ای باشه، بله با توجه به شرایطی کشور داره باید داد هسته‌ای رو کلش هم دادش کن، ولی حل نخواهد شد. چرا حل نخواهد شد؟ چون بهانه دیگری پیدا میکنن. این صحبت امام شهیده. شما هستی رو بدی، موشکی میخوان. الان جدی ونس میگن موشک چی شد؟ میگن بله ایرانی ها باید تو بحث‌های موشکیشون هم محدودیتایی داشته باشن که احساس خطر نکنن کشورهای دیگه. یعنی آخر سر چون ماده 3 شما تعهد دادید که حتما به توافق برسی و تعهد دادید که به نتیجه برسه این مذاکرات. اینا رو ما اگر دقت نکنیم حرف‌های خوبی میزنیم، ممکن این حرفا در فضای انتخاباتی رأی هم بیاره و آورده که ما میخوایم سانتریفیوژها بچرخه، زندگی مردم بچرخه. میخواید دعوا کنیم؟ نه، دعوا نمیخوایم بکنیم، ولی در عمل
خود آمریکایی‌ها میدونن، مثلا برآورد نهادهای اطلاعاتی آمریکا، این رئیس نهادهای اطلاعاتی رو ترامپ یه ماه پیش بیرون کرد، چون سال گذشته برآورد داده بودن که ایران سلاح هسته‌ای نداره، برنامه ساخت نداره، رهبران ایران تصمیم نگرفتن برنامه ساخت داشته باشن. این مال ماه مارس 2025 زمانی که میخواستن حمله کنن. قبل از حمله از ترامپ پرسیدن، گفتن این مجموعه نتیجه برآورد نهادهای اطلاعاتی آمریکا، 18 تا نهاد اطلاعاتی آمریکا داره. ترامپ گفت بی خود میگه، چون میخواستن حمله بکنن. امسال هم منمن کرد، این مسئولش بود اخراجش کرد. مشکل آمریکا مشکل هسته‌ای ما نیست، مشکلش خود ایرانه، مشکلش جمهوری اسلامی هم نیست. به نظر مشکلش خود ایرانه. احساسش این هستش که چون بس تجزیه ایران از قبل از انقلاب مطرح بوده، خواسته دیگه فرصت اون بحث نشه. یک دقیقه جمع. این نتیجه الان که این پیام امشب صادر شده، مسئولیت این کار با رئیس شورای عالی امنیت ملی. مسیر به نظر من مسیری هستش که چالش زیاد داره. میگن جلوی خسارت رو هر جا بگیرید منفعته. به نظر من الان نقض کردن، امروز چند بار هگزد مسابقه کرده، هر بار ایران رو تهدید کرده. اسرائیل حمله کرده، دیشب امضا شده دیگه، اسرائیل دیگه نباید حمله کنه. حالا هم داشت پرسیدن از آقای جدی بنس امروز، گفتن که اسرائیل حمله کرده، چند بار امروز حمله کرد. گفتش که خب شما صحبت ترامپ رو شنیدید که آتش بس در خاورمیانه، یعنی شما ضعیف‌تر میزنی، به این معنی نیست اصلا نمیزنی. یعنی این نگاه نژاد پرستانی که چون اینجوری میخوان حمله کنن که خاورمیانه یا همش اهل جنگ و دعوا و درگیری و وحشی هستن، نگاه شرق شناسانه شبکه چارجی صحبت کنیم و اینا چه هستن دیگه، اینجوری هستن، حالا یه ذره کمتر هم دیگه رو میزنن. نقض توافق یعنی اینکه هیئت به این هتل 8 ستاره‌ای که تو سوئیس، من نمیدونم، ببینید ملت ما عزادار هستن، 3500 ما این بار شهید دادیم، شما یه هیئتی رو بردارید. بعضی از این عزیزان از نجف و کربلا اونورتر نرفتن، بچه حزب اللهی که درگیر این داستانا شدن، اینا رو ببرید توی کوههای آلپ سوئیس، تو هتل 8 ستاره. این پیشنهادتون اینه که نریم. اگر نقض اینجوری داره ادامه پیدا میکنه نباید رفت. شما تحمل بکنید نقض‌های متعدد، و چه میشه داستان برجام. بسیار. آقای دکتر 5 دقیقه هم از ببینید این مسیر رو ما تا اینجا خوب اومدیم، یعنی به اصطلاح این متنی که الان پیش روست با اون قرائتی که آقای دکتر دارن در مورد بند 3 من اصلا موافق نیستم، چون صحبت از این شده که اگه در ظرف 60 روز نشد تمدید میکنن. دو طرف باید راضی باشن. آمریکا میگه من راضی نیستم. خب شما تعهد کردید، توافق نکردید. چرا باید پیش داوری بکنیم و چرا باید تصور کنیم که این حتما خواهد گفت که من راضی نیستم و حتما حمله خواهد کرد و چون این طور خواهد شد پس ما همین امروز قطع کنیم؟ نه، این که توافق کردیم رفته، این که هیچ. خیلی خوب، از این به بعد باید حواسمون جمع باشه. بله حواسمون قطعا، اون که حواسمون که قطعا باید جمع باشه. ببینید در مورد لانچرها و در مورد برنامه موشکی و سایر مسائل در بند 13 یه عبارت هست که میگه که منحصرا راجبه این موضوعاتی که هست و آمریکا پذیرفته این رو و ترامپ هم که استناد کردن به صحبت‌های ترامپ گفتش که این غیر به اصطلاح عادلانه نخواهد به دیگران موشک در خاورمیانه دارن ایران نداشته. محدودیت میخوان ایجاد کنن. حرفای جدی ونس امروز هستش که محدودیت اصلا از اول که بحث محدودیت بود، بحثی که به کل نباشه. آقای احمدی، محدودیت در حوزه موشکی یعنی باید بیاد ببینه این موشک شما حجمش چقدر، طولش چقدر، عرضش چقدر، سرجنگش چقدر. شاهد و قرینه‌ای شما برای این صحبتتون نمیتونین ارائه بکنید به هیچ عنوان، برای اینکه هسته رو میرن دستمال میکشن میبینن اینجا اورانیوم کار شده یا نه، ولی موشک رو باید بره ببینه. ببینید این که هدف این هست که بیان راجع به موشک بشینن و ببینن و صحبت بکنن و مذاکره بکنن، به خاطر برای این شاهد و قرینه‌ای وجود نداره. شاهد و قرینه برای عکسش وجود داره که در بند 13 در بند 13 میگه راجع به موشکی صحبت نمیشه. نه ببینید این شما من عرض کردیم خدمتتون وقتم که حرفایی که تمدید میکنن، حرفایی که اینها میزنن از جای دیگه‌اش در میارن.
ببینید از صحبت‌های شفاهی که مقامات در داخل کشورهاشون میکنن مبنا نیست در شرایطی که ما متن داریم. برای آمریکا مبنا هم در تجربه گذشته ما این. در شرایطی که حالا عرض من اینه، اعتقاد من هم همیشه این بوده که ما مطلقاً در مورد برنامه موشکیمون هیچ گونه امتیازی نباید بدیم، برای اینکه این برنامه موشکی ما در غیاب یک نیروی هوایی مدرن همین برنامه موشکی رو داریم، حالا پهپادی رو برای دفاع از کشور و برای دفاع از کشور در برابر بعضی از این همسایگان طماع، و به هیچ عنوان در مورد موشکی ما نباید کوتاه بیایم. این نظر من بوده و همیشه هم عرض کردم. مسئله این است که سیاست‌های آمریکا، حتی ترامپ با اسرائیل متفاوت بوده. ترامپ دنبال فروپاشی ایران نبوده، دنبال تجزیه ایران نبوده و دنبال سیاستش اینها نبوده. در اون اوج تصورات واهی که داشت یه حرفایی زد از باب تبلیغات و اینها، ولی هیچ وقت برنامه ریزی عملیاتی در این رابطه نکرده. هیچ وقت اون چهره مخالف عجیب و غریبی رو که در خارج همه اسرائیلیا بردن و علم کردن و تراشیدن و اینها، این اصلا اعتنابش نکرد. در نتیجه اگر میخواست دنبال مثلا تغییر رژیم و دنبال این بحثا باشه، باید یه آلترناتیوی رو هم به اصطلاح بر میکشید که نکرد. مسئله عرض من این استش که ما در یه فرصت تاریخی بسیار مهم قرار داریم. در مورد هسته‌ای که فرمودن که نظر بعضی اینه که بدیم بره، ببینید مقامات ما به صراحت در قالب فتوا حتی گفتن که ما دنبال ساخت بمب نیستیم، و وقتی که دنبال ساخت بمب نیستیم هیچ دلیل عقلانی برای اینکه کاری رو بکنیم که تنش در سیاست خارجی ما ایجاد بکنه دنبالش نباید باشیم. نباید دنبالش باشیم. در نتیجه ما باید بریم به سمت تنش زدایی و هسته‌ای نباید مانع تنش زدایی باشه. و مهمترین مسئله‌ای که الان من می‌خوام عرض بکنم این استش که این فرصتی که با ترامپ وجود داره، با توجه به این شکستی که خورده، با توجه به اینکه یه جمهوری‌خواه افراطیه و با توجه به اینکه کنگره در اختیارشه و با توجه به اینکه گفته که هم میخوام تحریم‌های اولیه رو بردارم، هم تحریم‌های ثانویه رو، و همه تحریم‌ها رو میخوام بردارم و تو متنم اومده. این بهترین فرصت تاریخی است که ایران داره و اگر ما از این فرصت بگذریم و عبور بکنیم و این فرصت رو از دست بدیم، یعنی گفته میشه که ما معمولا فرصتی رو از دست ندادیم برای اینکه فرصتی رو از دست بدیم. این فرصت رو ما نباید از دست بدیم و من فکر کنم اجزای مختلف در کشور باید کمک بکنن که بتونیم این مشکل سیاست خارجی رو از سر راه برداریم و گام در مسیر توسعه پایدار انشالله و کمک به پیشبرد افزایش سطح رفاه بشه که آقای دکتر همه واقعا، یعنی هیچ کس مخالف این نیست واقعا. اگه بشه تو این متن تفاهم نامه نگفته که موشکی ورود نمی‌کنن، موضوعش نیامده. گفتن اون بند آخر میگه راجع به این موضوع صحبت موشک نداره، موضوعی جزئی موضوعات بالا صحبت نمیشه. راجع به این بله تفسیر دوستانی منتها با تفسیرشون هستش. یه خطر دیگری حرفی که ترامپ زد این هستش که ایرانی‌ها به ما تعهداتی دادن و ما گفتن تو این متن ننویسید، که این رو مقامات کشور باید رد کنن. بله اینو باید رد کنن، بگن که نه. بسیار متشکرم. من تشکر می‌کنم از بینندگان عزیز.